السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره شمس. این سوره شمس یکی از سوره های هست که در اینجا نفس انسانی قطع الله پاک بیان میکنه و قسم میخورد. و دیگر که هست سوره مکی هست، 15 آیت دارد. در اینجا در دو موضوع صحبت میکند، یکی نفس انسانیت و دیگر موضوع که هست سرکشی، چقدر که از قوم ثمود شده بودن و الله پاک اونها را هلاک کرد. انشاءالله که در اینجا بیان میکنیم که اون قوم ثمود قوم صالح بود. حضرت صالح وقتی که دروغ گفتن پیامبرشان و الله پاک به آنها عذاب فرستاندک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. درجه الله پاک قسم میخورد با شمس آفتاب میگن، قسم به آفتاب. و ضحاها گفته چاشتگاهی همون، مرادش این است که نوری همون، روشنی همون. والقمر اذا تلاها و قسم به مهتاب. اذا تلاها گفته یعنی که پشت همون آفتاب میاد، یعنی که آفتاب که میرود مهتاب میاد، مهتاب که میرود آفتاب میاد، یعنی که از پشت اون چی میشه روان میشه. تلاها گفته پشت همون اومدن یک چیز تله میگن بعدی همون. والنهار اذا جلاها و قسم بروز. اذا جلاها گفته مثلا جلوه کند، یعنی که نمایاندش. چی بنمایاند؟ روشن کند و نمایان کند. چرا؟ یعنی که همین ضمیر ها که هست به همون آفتاب میگردد، یعنی که روز آفتاب را نمایان میکند و اون را نمایانش میکند و جلوه میدهد برای اون. واللیل اذا یغشاها و قسم به شب. اذا یغشاها هر وقت که بپوشاند، ها گفته همون آفتاب در نظر دارد. والسماء وما بناها و قسم، یعنی که اینجا همش قسم رفته است. قسم به آفتاب، قسم به مهتاب، قسم به روز، قسم به شب، قسم به آسمان. و شمس و السماء و ما بناها، قسم به آسمان و ما بناها و ما به معنای من است. منی موصوله است. چقدر مفسر میارند که ما به معنای موصوله است، یعنی که قسم به همون ذاتی که بناها بنیاد کردن همون آسمان را، یعنی که الله پاک به ذات بزرگ خودش قسم خورده است. قسم به آسمان و همون ذات بزرگی، همون ذات الله خودش که بناها بنیاد کردن هم آسمان یا که ساخت همون آسمان را. والارض و ما طحاها، قسم به زمین و ما طحاها و همون ما به معنای من است، یعنی که قسم به همون ذاتی که اون چی کرد، بگیم طحاها، به اون که هموار کرد، یعنی که پهن کرد برای گشتن بنده ها که در اونجا چی نشوند، عذابی نکشند و براحت چکنن راه بروند. و نفس و ما سواها، قسم به نفس و ما به معنی من است گفتیم، یعنی که قسم به همون ذاتی که با سواها گفته، یعنی که ساخت همون و خلق کرده همون و پیداش کرد و راستش کرد. فالهمها فجورها و تقواها. فالهمها گفته پس الهام کرد همون نفس را، نفس الهام کرد الله پاک. چی را؟ نشان داد فجورها، فجوری همون را. از این است که الله پاک راه فجور شدن همون نفس را و تقواها با تقوا شدن همون نکی نشان داد. چخیل که ابن عباس میگه که بیان کرد برای همون نفس
خیر خوبیش رو و شرش بگیم که بدیش رو و طاعت رو و معصیت رو. همین تعلیم دادگی است. یعنی که خیلی که همون چیز اگر بکند اگر از همون آتش نجات میاد. خلاصه که در جای الله پاک با آفتاب، مهتاب، شب، روز، آسمان، زمین، نفسی بشریت قسم خورد. یعنی که به 7 چیز قسم خورد. انا که اینجا جوابی قسم است. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. قد افلح به تحقیق کامیاب شید. من زکاها انسانی که پاک ساخت همون نفسش را. یعنی که به تحقیق کامیاب شید انسانی که پاک ساخت نفسش را به طاعت الله. و قد خواب من دساها به تحقیق خواب به معنی که زیان دید و ضرر دیدگی هست. من دساها انسانی که دساها گفته به معنی که پوشاند همون را به گناه یا اینکه آمیخته کرد با گناه. دساها به معنی پوشاندن و آمیخته کردن میگوین. یعنی که دهقان وقتی اون چیزی که میکارد در بالاش خوکا که میپوشونه میگه دساها. یعنی که پوشاند همون مثلا زراعت رو در تگی زمین. یعنی که انسانی که نفسش رو پوشاند در گناه و اون پاکی نساخت و نفسش مون که در معصیت فرو رفتن گرفت اون ضرر و زیان تگی است. انا که قصه ثمود میگوید که اون قوم صالح هست گفتیم. همین ثمود یک قومی هست که اون قوم حضرت صالح هست گفتیم. کذب ثمود بطغواها دروغ شمارید. ثمود گفته قوم ثمود یک قومی بودن اینها. بطغواها به سبب سرکشیشون و به سبب طغیانگریشون. در همین حالت مشوره میکردن. قومی بدبختی بودن که یک معجزه به آنها آمد که شتر از همین سنگ شتر شده بود. حضرت صالح دعا کرد، معجزه گفت طلب کردن. قومش دعا کرد که از همون کوه یک شتری کلان شد و اینها دیگه وقتی که معجزه دادن با سرکشی شروع کردن. اذن بعث اشقاها. اذن بعث گفته از جاش برخیست. یعنی که برخیست و روان شد. بعث گفته که برخیست و روان شد. اشقاها گفته بدترین هم قوم. اشقا بدتر میشه. ها گفته هم قوم در نظر دارد. فقال لهم رسول الله پس کو برای هم رسول الله گفته که حضرت صالح ناقت الله این شتری الله هست گفت. این نکش این معجزه است برای شما. و سقیاها و نوشیدنی همون. یعنی که اون به حال خودش بگذارید و اون غم ندهید. اون بگذارید که همون شرب اون نوشیدنی اون یک روز شتر وقتی که از همون آب می نوشید روز دیگه اون قوم هم آب می نوشیدن. برای که شتر بسیار کلام بود آبی همون چاه یا که همون آبی همون چیزا پورا می خورد. و اون مردم دیگر که از یک روز اونها می خوردن. همشون کفایه بود. اون شتر آب که همش که میخورد با همون آب کرده همش با شیر میداد برام قوم از شیر سیر کرده بودن. اونها با کشتن همون چی کردن قصد کردن که میکشیم اشتراکی مونا خلال رسون دیستاس و مورا غم دو دیستاس گفته. فکذبوه پس دروغ شماردن همون پیامبرشون رو. فعقروها گفته اونا بگیم که کشتن ذبح کردن. اونها با چشم خودشون دیده بودن که از کوه شتر شد. معجزه را دیده بودن. بالا این دکره دروغ گفتن حضرت صالح با فعقروا بالا این دکره دیم گناهشون که اونها کشتن همون معجزه که الله برای اونها فرستانده بود. فدمدم علیهم آنها را هلاک کرد و بالای آنها چی کرد؟ عذابش را فرا گیرانید. الله پاک بالای آنها عذاب کرد. آنها را یعنی که به خاک و چنگ و به همون چیزها گرفتار کرد. هم خیلی بگیم که به رو زده در زمین ها هلاک شدن. بر بالای آنها چی کرد؟ فدمدم علیهم پس یعنی که پوشانید بالای آنها و فرا گیراند الله پاک هلاکت را علیهم بر بالای آنها. ربهم پروردگار آنها بذنبهم گفته به گناهان آنها فسواها پس برابر کرد آنها را به زمین. یعنی که آنها همین خیلی مردن که نه خورد و نه کلان کرده همه نه فقیر و نه غنی همه بر زمین هلاک شدن خیلی مرده رفتن. ولا یخاف عقباها و الله نمیترسه عاقبت هلاک همونها را. عقبه گفته عاقبت کاری همونها عاقبت هلاکت همونها را الله یکم ترسی ندارد. در اینجا مفسرین میگه به معنای که الله پاک یکم ترسی ندارد اونها کی بودند که نبودن هلاکشون کردن میگیرد. و دیگر که از بعضی مفسرین میفرمایند که مرادش این است که الله پاک خوفی ندارد که ما این قوم نابود ساخته ما را که عبادت میکرده باشد. گفته یکم این خوفا در الله پاک نیست. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله.